الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له حظ من صومه إلا الجوع والعطش، أو كما قال صدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. خدمت همه عزیزان و بزرگواران صائمین ماه مبارک رمضان، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. الله سبحانه و تعالی طاعات و عبادات همه ما و شما را مورد قبول درگاه خیش بگرداند و الله از همه ما راضی باشه. عزیزان و بزرگواران، ماه مبارک رمضان همانطوری که در جلسات گذشته اشاره نمودیم، فضائل رمضان، فضیلت روزه رمضان، فضائل صائمین و کسانی که روز در صیام هستند و شب در قیام هستند. موضوع این حلقه و یا این جلسه ما پیرامون حفظ روزه از اعمال ناشایست. این روزه‌ای که ما میگیریم، این روزه باید حفظ بشه. باید ما متوجه باشیم که از هر طرف تیرهای در حال حرکت هست تا اینکه اصابت بکنه و این روزه ما را به فساد و به کراهیت و به اینها بکشانه. ما باید از این روزه خود درست و صحیح حفاظت کنیم. وقتی از روزه درست و صحیح حفاظت کردیم و روزه ما موافق و مطابق به شریعت مقدس اسلام اجرا شد، نتیجه میشه لعلکم تتقون، که انسان متقی شد. در جلسه گذشته اشاره کردیم وقتی متقی شد دیگه خیر و دنیا، فوز و فلاح و رستگاری دنیا و آخرت به سراغ این انسان می آید. اما وقتی فضائل روزه را دانستیم، برکات روزه را دانستیم، باید متوجه باشیم که ما این اعمالی که با چه زحمتی به دست میاریم، روزه چقدر گرسنگی میکشیم، چقدر تشنگی را تحمل میکنیم، خواهشات نفسانی که از رای مشروع حتی پیش ما هست خودداری کردیم. ما شب زنده‌داری داریم، شب زنده‌داری کردیم، تهجد خواندیم، تراویح خواندیم. همه اینها باید متوجه باشیم که این اعمال ما اگر خدای نخواسته میل پیدا کرد به طرف ریا، میل پیدا کرد به طرف عجب، میل پیدا کرد به طرف سمعه، اینجا عواقب خطرناک می شود. اگر در عبادات ما ریا بود، یعنی نشان دادن به دیگران، اگر عجب بود، به نظر خود آمدیم من هستم که روزه میگیرم، من هستم که شب زنده داری میکنم. وقتی من و ما در زندگی آمات، آهسته آهسته کار رو به خرابی هست. یا این که در حالت سمعه چنان عبادتی داشته باشیم تا دیگران تعریف کنن و توصیف کنن. عبادات خاصه الله سبحانه و تعالی هست. هر عبادتی که میخواهد باشه، چی نماز هست، چی روزه هست، چی زکات هست، چی صدقه هست. پس به اینه که ما باید به اعمالی که در رمضان انجام میدیم متوجه باشیم که
این روزه ما حفظ بشه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند، خیلی تکان دهنده هست، رب صائم لیس له حظ من صومی. چی بسا روزدارانی هستند، در روایت دیگر میاره چی بسا قیام کنندگانی هستند که هیچ بهره از این روزه خود نمیبرند، الا الجوع والعطش، مگر گرسنگی و تشنگی. فقط چیزی که برای اینها مانده گرسنگی و تشنگی هست. در روایت دیگر که میاره چی بسا قیام کنندگانی هستند که قیام میکنن، شب زنده‌داری دارن، تهجد و تراویح و ختم و همه اینها را دارن، اما جز بیدارخوابی و خستگی برایشان چیزی نمیمانه. اینها کیا هستند؟ گفتیم کسی که در این عبادات ریا داشته باشه، عجب یا سمع داشته باشه، یا این که روزه داره، در ماه مبارک رمضان شروع کرده به غیبت. غیبت همیشه بده، زشته، اما در رمضان زشتر هست. خیلی گناه عظیمه، گناه کبیره هست. حرف زدن پشت سر یک شخص، غیبت کردن یک شخص، مسئله تهمت همیشه بده، همیشه زشته، همیشه ناروایه، در رمضان زشتر هست. وقتی گفته شده از صیام و جنه، روز سپر هست، سپر همینه که نباید غیبت در زندگی بیایه، نباید تهمت در زندگی بیایه، نباید چشم چرانی و ظلم و رشوت و ربا و قمار و ده ها گناه دیگر و اعمال زشت و ناشایست دیگر. روزه ما باید حفظ بشه. وقتی روزه حفظ شد، روزه میشه که لعلکم تتقون. اگر در روزه ما روزه گرفتیم، بعضی انسان ها روزه داره نماز نمیخوانه، این روزه نمیشه که لعلکم تتقون باشه. بعضی انسان ها روزه داره اما هنوز به گناه و معصیت هست. در اینجا یک سوال پیش می آیه. سوال این است، شاید کسی پرسان بکنه در ماه مبارک رمضان شیطان بسته هست، به زنجیر کشیده هست، شیاطین، اما چرا گناه صورت میگیره؟ گناه کو شیطان هست که انسان رو وادار به گناه میکنه. این را بدانید شما یک دشمن ندارید. بنی آدم، اولاد آدم یک دشمن نداره. انواع دشمنان هست. شیطان 11 ماه نفس چنان سرکش کرده که امروز نفس انسان رو میکشانه طرف گناه. اگر تو این نفس رو مهار نکنی، نفس از تو رو میکشانه. نفس کار شیطان رو انجام میده، خواهشات کار شیطان رو انجام میده، هوا کار شیطان رو انجام میده. پس به اینه که باید متوجه باشیم که روزه ما حفظ بشه از اعمال ناشایست. اعمال ناشایست غیبت، تهمت، بهتان، افترای، دروغ، چشم چرانی، ظلم، بیعدالتی و اعمال زشت و ناروای دیگر. پس به اینه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند رب صائم لیس له حظ من صومه الا الجوع والعطش. صائم باید خود را و روزه خود را حفظ بکنه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند اگر کسی آمد شما را دشنام داد، به شما حرف زشت گفت، حرف ناروایی گفت، شما را سر قهر آورد، سر غضب آورد، خب شما جواب بالمثل ندهید، بگویید که اینی صائم، من روزه دار هستم. و تنها روزه این نیست که ما از اکل و از شرب و از مسائل جماع خودداری بکنیم و دیگه
اعضای ما روزه نداشته باشه. خیر، باید تمام اعضای بدن ما روزه دار باشه. وقتی تمام اعضای بدن روزه دار بود، اینجا روزه میشه که مورد پسند الله هست، مورد قبول الله هست. روزه میشه که سپر میشه، روزه میشه که لعلکم تتقون. وقتی میگیم تمام اعضا روزه داشته باشه، روزه زبان یعنی صوم لسان چیست؟ وقتی که ما حرف میزنیم در ماه مبارک رمضان، این یک مدرسه هست. این مدرسه میخوایم ما را بسازه تا بعد از رمضان ما شاگرد خوبی از این مدرسه فارغ بشیم. صوم لسان، روزه لسان اینه که غیبت نباشه. نگاه کنید وقتی حرف میزنید، اگر غیبت سکوت کنید. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند اگر میتوانید سخن خیر بگو، من کان یؤمن بالله والیوم الاخر، کسی که ایمان به خدا و به روز آخرت داشته باشه سخن خیر میگه، سخن نیکو میگه، سخن با ارزش میگه. اگر نمیتوانه بهترینه که لیسمت، سکوت کنه. سکوت بهتر هست. پس زبان ما باید روزه داشته باشه. زبان را عادت بدهید به ذکر، به تلاوت، آنچه بگه که رضایت الله است و از آنچه که رضایت الله نیست سکوت کنه. صوم چشم، این چشم هر لحظه میبینه. این چشم باز باشه میبینه اطراف خود را، ماحول خود را. تو کسی که مثلا داخل اینترنت هستی، داخل صفحات اجتماعی هستی، تو کسی که بالاخره تلویزیون گذاشته طرف تلویزیون نگاه میکنی، تو کسی که تمام دروازه های شر با یک دکمه بر روی تو باز میشه و همه رو میبینی، این چشم باید روزه داشته باشه. روزهش اینه که خیر ببینه، خوب ببینه، زیبا ببینه، آنچه که رضایت الله هست ببینه و در او چیزی که رضایت الله نیست ترک بکن. چشمان خود را ببند. صوم دست و پا و اینها همه اعضای بدن. دست را به جای دراز بکن که رضایت الله باشه. پا را به جای قدم بردار که رضایت الله باشه. همه اینها مسئولیت دارن. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنه مسئولا. از همه اینها سوال میشه. چشم چی را دیده؟ زبان چی حرف گفته؟ این گوش چی شنیده؟ این دست چی را لمس کرده؟ و این پا کجا قدم زده؟ روز قیامت همه اینها شهادت میدن. پس باید اینها روزه داشته باشه. اگر اینها روزه نداشت، روزه ما از اعمال ناشایست حفظ نمیشه. زمانی حفظ میشه که ما اینها را روزه‌دار بگردانیم. همانطوری که از اکل و از شرب خودداری کردیم، متوجه باشیم خیلی چیزا باید از خیلی دیدنی ها خودداری بشه، از خیلی شنیدنی ها خودداری بشه، از خیلی حرف زدن ها خودداری بشه، از خیلی جاهایی که قدم بزنیم باید خودداری بشه و اونجا قدم زده نشه. و همچنین عزیزان و بزرگواران، از موضوعات دیگری که مرتبط میشه به حفظ روزه از اعمال ناشایست اینه که متوجه وقت خود باشیم. ضیاع وقت، ضایع شدن وقت از چی شب نشینی باشه، چی از کارهای بیهوده دیگر. چند نفر یک جا جمع بشیم، امشب بیایم قصه بکنیم. شبهای رمضان شب قصه نیست، شب عبادت هست. شبهای رمضان شب خنده و مزاح نیست،
شب عبادت هست. شبهای رمضان شبهای تفریح و عیش و نوش و استراحت نیست. تفریح زیاد کردیم، استراحت زیاد کردیم، دنبال هوا و هوس و خواهشات زیاد رفتیم. متوجه باشیم که این اعمال ناشایست روزه ما را خراب میکنه. ضیاع وقت، شب نشینی های بیجا، هم نشینی های بیجا و این مسائل. و مسئله دیگر، مسئله کسانی که معتاد هستند. ماه مبارک رمضان همانطوری که در قسمت و برنامه حکمت روزه اشاره شد، این ماه مبارک رمضان ماه صحتی و سلامتی هست. بعضی انسان‌ها رو می‌بینیم در بین جامعه روزه میگیره، اما روزه خود را از اعمال ناشایست حفظ نکرده. ساعت رو نگاه میکنه، هر لحظه چند دقیقه به اذان مغرب وقت افطار مانده، عوضی که به دستش دانه خرما باشه، جرعه آب باشه، میدانی چیست؟ به دستش سیگار هست. سیگار. میخوای افطار با سیگار بکنه، با دود. این روزه به حالش فایده نمیکنه. این روزه نمیشه که لعلکم تتقون باشه. این روزه نمیشه که الصیام جنه سپر بشه. این روزه نمیشه که او را به پیشگاه الله سبحانه و تعالی قرب و منزلت بده. یا اینکه وقت سحر آخرین شیئی که بر زمین بگذاره سیگار هست. امساک با دود، افطار با دود. روزه ما حفظ نمیشه. پس لازم و ضروری هست کسانی که معتادن، خصوصا اعتیادهای خفیفی که مثل سیگار و مسائل جزئی دیگری که هست، که ترکش آسان و بسیط و ساده هست، در این ماه مبارک رمضان باید ترک بشه. و مجردی که تو را سیگار هوس میکنه، یا وقت افطار یا وقت سحر، جا در جا استعینوا بالصبر والصلاة، وضو ساز، دو رکعت نماز بخوان، از الله سبحانه و تعالی طلب بکن. الله تو را از اعتیاد نجات میده، هر نوع اعتیادی که میخواه باشه. پس حفظ روزه از اعمال ناشایست لازم و ضروری است. همچنین حفظ روزه از اعمال ناشایست جنگ و جدال هست. جنگ و دعوا هر وقت زشته، در هر زمان زشته، در هر مکان زشته، خصوصا در ماه مبارک رمضان. باید روزه ما حفظ بشه، جنگ صورت نگیره، دعوا صورت نگیره، حرفای زشت و رکیک رد و بدل نشه. به اینه که روزه ما روزه درست و صحیح میشه. الله سبحانه و تعالی بر همه ما توفیق بده تا اینکه این دو شرطی که رسول الله فرمودن من صام رمضان، کسی که روزه بگیره ایمانا و احتسابا، از روی ایمان و اخلاص باشه. اخلاص چیه؟ اخلاص همینه که آنچه که لازم و ضروریه در روزه انجام بده و آنچه که لازم و ضروریه ترک بشه ترک بکن. من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الله تمام گناهانش را میبخشه و میامرزه. الله سبحانه و تعالی همه ما را از تمام اعمال زشت و ناروا در رمضان و در غیر رمضان حفظ بفرمایه. اعمال زشت و ناروار از زندگی ما، از خانواده ما دور بسازه. اعمال پسندیده و زیبا را الله در زندگی ما ایجاد کنه. تا برنامه بعد همه شما عزیزان و بزرگواران را
به خداوند کریم و رحیم می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.